سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. ما امروز اومدیم که یه چالش بگیریم از ترش‌ترین چیزایی که حالا من مثلا آلوچه نمیتونم بخورم واقعا، ولی اینا رو بردیم تست کنیم تا برسیم به ترش‌ترین آب نباتای دنیا. و از بهار جونم خواهش کردم که افتخار دادن اومدن تو چالش من شرکت کردن. عزیز دلم افتخاری بود برام، بهش خوش بگذره با اینایی که من چیدم براش. کلا من همین شکلی پذیرایی میکنم. خیلی عالی، ولی واقعا من اهل ترشیجاتم نیستم. من ترسم الان راهی بیمارستان بشم با این چیزایی که میبینم. راستش من اینو در نظر گرفتم و نزدیکترین درمونگاه رو در نظر اونم گرفتم که اگه چیزی شد مستقیم سریع بریم. آره درمونگاه. من تا حالا واقعیت این چیزایی که الان اینجا چیدی و واقعا تست نکردم. خود منم تست نکردم. یه بار چرا یه آب نبات تست کردم ولی اون اونقدر واقعا ترش نبود. ولی اینو بهتون بگم، من هر وقت این آلوچه ها رو میبینم دهنم آب میفته ها، ولی جرأت تست کردنشو ندارم. یه خورده میخورم مثلا یه جوری میشه. نه من میخورم، نه اینکه نخورده باشم، ولی خب خیلی هم میلم نسبت به ترشیجات نیست. ولی حالا نه من اصلا لواشکینا هم نیستم، ولی حالا من میگم که اول به نظرت از این آلوچه ها شروع نکنیم؟ بکنیم. آره دیگه، یه ذره بدنمون یه خورده من مقاوم بشیم تا اینایی که ببینیم روش نوشته تاکسیک، یعنی سمیه. من نمیدونم، حالا امروز رفتم اینا رو حالا تهیه کردم، ببین چجوری هم گذاشتنش. از اینم برای هر کی یه دونه گرفتم که تا جایی که میتونیم بخوریم. بعد نمره میخوایم بدیم ببینیم که کدومشون چی میگن درصد ترشیش بیشتره. خب کدومو بریم اول؟ من میگم لواشک شروع کنم. باش حالا حداقل یه خورده. آره اوکی. ایوه عروس اومد کاری کنه. خب بفرمایید. افتاد توش. اب نداره، باید لیستش بزنی. خب اینو چجوری میخورن؟ من واقعا اصلا نمیدونم. ببین تو بخور بودی. یه سری عاشق کلا ترشیجاتن، یعنی من اصلا نمیتونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه اینا فکر کنم برای تو عادی باشه. این عادیشه؟ ولی خوشمزه بود. خیلی خوشمزه است. واقعا خوشمزه. جزو ترشیجاتی بود که این خیلی خوشمزه است. خوشمزه بود، به دلم نشست. اینو دوستم باز یه خورده دیگه بخورم. راستش ببخشید ولی بخوری سیر نشی. این خیلی خوشمزه است. آقا آدرس فرحزاد اونجا گرفتیم، نصف شبی حالا رفتیم. وای خیلی خوشمزه. من عاشقش شدم. نصف عمرم برفنا بودم. ببین روی این نمک بپاچی. خیلی خوبه. آره خدای خوشمزه بود. ترشیش هم نه اونقدر خیلی زیاد بود نه کم بود. یه متوسط خوب بود به نظرم. تایید گلوم. دو تا باید نمره بدیم. یکی به این که خیلی چقدر دوستش داشتیم و یکی هم به این که درصد ترشیش چقدره. خب درصد ترشیش از نظر تو چقدره؟ از 10. از 10 به نظرم 4. ولی نه برای من اوکی بود. برای من از 10 فکر کنم دیگه 10 خیلی دیگه چیزه. فکر کنم 3 دیگه. برای من 3 بود اوکی. ولی دوست داشتنش من از 10 میدم بهش. من دوست داشتن 8. اون دوتا رو من بدونم که کدومش میخوای بدی. خب این مخلوطه، یعنی از هر کدوم باید یه تست بزنیم. ببین آناناس داره. دهن من آب افتاد. اونایی که دارم میبینم قشنگ بخواد بچه ببخشید. بعد آناناس، آلو داره، آلوچه داره. همشون باید یه دونه بخوریم. برگ آلو هم داره. آره خب اینا که معمولی بود تا اینجا. برگ آلو. آناناس. این چیه؟ این چه آناناس؟ آناناس یه ذره خوش‌تره. آره وای. فکر کنم چون آناناس اکثرا نرسیدن
ترشن خورده خودشون. بس زبون و قشنگ یه حالی کرد. آره آلوهاش خورد. من اونو خوردم. اونو خوردی؟ آره اون معمولی بود. تا اینجا من دستمال یادم رفته بذارم اینجا. چیزه بد نبود. خیلی به نظرم ترش نیستن. فقط زیاد مخلوطه دیگه. آره این چقدر گنده است. کوچولوش این کوچولو هر وقت ولی دوستش دارم. اینا رو میتونم بخورم. این خوبیش اینه که ولی درصد ترشیش 1 به نظرم. من اینو پاشم خب بیام. ترشیش خیلی زیاد نبود و اینکه متوسط دیست ملو. من میخواستی؟ آره آی پاشا دوزار بده ببرم. حالا همه جا رو بگن میگیزیم قشنگ. فت اومد. فدا سره. من باید بشورم. حالا داشتم اونجا پیدا کنم. بعدی هم اون یکی آلوچه هست. بعد میریم سر سمیا. ولی لواشک خیلی حال داد بهم. آره لواشک رو بعدش اولیش بود که خوردیم خیلی بهمون حال داد. نه کاملا خوشمزه بود خدایی. خب اینم که یکی شبیه به هموناست. این توشه ولی خوشمزه است. این توشه ولی خیلی خوشمزه است. چی میگن به این؟ آلوه دیگه. خب فعلا تا اینجا اینو خب اینو نمره دادیم بهش؟ نه. گفتیم که از درصد ترشی من که میگم 1 منم میگم 1 ولی از نظر خوشمزگی 5 4 من 4 نمره میدم. ولی این از لحاظ ترشی 2 نه 3 به اندازه اون بود. کمتر یه ذره 6 و 7 6 و 7 نه اونو چند دادم؟ اون از لحاظ ترشی یادم نمیاد. 4 گفتم چند گفتم؟ نه این مثلا یه شماره از اون پایین تره. آره خب بعد من بهش نمره 2 رو میدم از ترشی و از دوست داشتن بهش چند میدی نمرهشو؟ دوست داشتن 6 یعنی اینقدر دوستش داشتی؟ آره دوست داشتم. خب منم 4 این دوتا رو دوست داشتم. آره بچه‌ها داریم میرسیم به تاکسیک. یا خدا اینا رو داشته. اونا که سوسول بازی بود فقط خواستم یه خورده آماده شی عزیزم. اینا رو که من رفتم خود فروشنده بهم میگفت که من خودم نتونستم اینا رو امتحان کنم تا آخر. میگفت اتفاقا شرط بسته بودن که آب نباتا رو تموم کنن. فکر کنی اینو کامل تموم کنی اونو کامل تموم کنی. ولی میگفت که من نتونستم. میگفت کلی هم شرط بندیشونم قوی بوده. آره خب از اون جایی که من تنبل بودم اینا رو هیچ کدوم رو وا نکردم. این پودریه. چاقو هم نمی‌بردی. من برم بیارم چاقو. آره نه اوکی بابا ناخون داریم. ما چی بکردی؟ این چه جوریه اصلا؟ اینوریه اونوریه کدوموری نریزه؟ آره هم بذار اگرم ریخت اینجا این لواشکه حیفه. اوه فکر کنم برعکس با کردم. نه اوه اینو آبی چیزی نباید قاطیش کنی؟ نه میگفت همین جوریه. حالا نمیدونم چجوری باید توش ننوشته بود با آب قاطی کنی. یعنی باید از اینجوری برداری بخوری؟ مطمئنی؟ آقا من تا حالا نخوردم واقعا نمیدونم چجوری هم تست. این پودریشه ببینیم چی میشه. یه ذره برمی‌دارم. نه دیگه این چی؟ این یه ذره چیه؟ نه دیگه چه ذره نداریم. ولی یه چی بگم من معده‌م از الان درد گرفته. خب ببین من چقدر برداشتم. نه این خیلیه. بذار اینو بخورم. خب سلامتی. اسکلمون کردن.
جدی شیرینه. خیلی خوشمزه است ولی خوشمزه ولی نه دیگه نمیخورم، شیرینه. نیست من رژیمم. ببین چرا؟ ولی خوشمزه بود، خدای خوشمزه. خودمون آماده کرده بودیم برای ترش ترین. فکر کنم میدونی طعم چیو میداد؟ نه میدونی طعم چیو میداد؟ طعم شکلات خورد شده، پودر شکلات. من اصلا دوستش نداشتم واقعا، یعنی شبیه این یک پودرا که میریختن تو آب قاطی میکردن میخوردن به عنوان آب. من اونا رو دوست داشتم. قبول نداری؟ نه من دوست نداشتم. من اون دوست داشتم، اصلا پرتقالی شو. یه زمان اصلا مد بود آقا، سر سفره می آوردن یه سری. من اصلا با اونا نمیتونستم کنار بیام. مزه اونا رو میداد. نگو که اینا شیرین باشه. اینا شیرین نباشه. دیگه فردا میرم همسایه‌مونه، همسایه که میگم یعنی یه خیابون پایین‌تره، میرم دم مغازه‌اش میگم بابا آبروی ما رو بردی که من مهمون داشتم. تست شیرین تریناست. نه رفتم گفتم تو بعد میگفت والا من شرط بندی کردم نتونستم. فکر کنم منظورش تاکسیکه بود. آره فکر کنم اون دوتا خیلی بله اینو شما باید ببین یا خدا ببین نه اینو میک باید بزنی. بذار منم بیام نمیشه. ای آها این روش قشنگ عکس چیز تندی رو زده. میگم تندی ترشی رو زده. بذار نشون بدم. بخال اومده بیرون. ببینین نمیدونم دیده میشه یا نه. قیافه شو. خب اون آلبالویشه این فکر کنم. خب بیا یه سلامتی بزنیم. چیرز. باید بکشی؟ نمیاد ولی خیلی ترشه. نمیاد برام. باید بکشی بالا. وای خیلی ترشه ولی دوستش دارم. من فهمیدم دیگه ترش باز شدم. خیلی ترشه ولی حال میده. این خدای خوشمزه. این اناناس که هوس میکنی یه چیز ترش بخوری. بومور شدی؟ اینا بهترن مال خودمون بهتره. من خیلی دوستش داشتم. من دوست ندارم. من اینو واقعا دوستش داشتم. حتما پیشنهاد میکنم از این بخورین. احساس کنم ترشیش مصنوعیه. خب اون که آره این آب نبات این دقیقا آب نبات آب شده است. ببین حرفو آب نبات آب شده. ببین فقط یه ترک میتونه اینجور جملات رو پشت هم بچینه. احساس میکنم این من خودم ترکم از الان بگم. منظورم این بود که ترک‌ها خیلی قابلیت جمله سرایی دارن. خودشان ترک با افتخار. یاشاسون آذربایجان. خب این دو نوعه. یکیش آلبالویه. فروشنده میگفت که من سیبش رو دوست دارم که ایشون باشن ولی من گفتم جفتش رو بگیریم ببینیم کدوم خوشمزه است. خب این چجوری اصلا در میاد؟ این فکر کنم اینجوری درش نکنم. نمیدونم. دانشجو که نیستیم. نه. آها. این دیگه. خب اینا. شکلات نینینینین. خب اینو تا آخرش بخوریم ببینیم چجوریه. بعد ببینیم کدوم طعمش. من اگه دم نمی‌کنم. نه تا آخرش باید بخوری چون فکر نکنم همون اول ترشیشو بفهمی. اگه این آب نباتای قدیمی بود اون شکلیه. اینو باید تا آخرش بخوریم. باید تا آخرش بخوریم. خدا لعنتت نکنه. اینو باید من اومدم مهمون خونه. من ببینیم من اینجوری پذیرایی میکنم. وای خیلی ترشه. بچه آب ما نداریم. چالشه. من در آوردم. من باختم بدم باختم. خیلی ترشه. چیزی میشه درش.
نمیخورم. این یکی رو برای باید تا تهش بخوری. نمیخورم. تهش شیرین میشه. ببین چجوری از دوست فرمیده میکنن. شکر همه رو داری میخوری؟ شیرین شد. تهش شیرین شد آقا. شک بهشون وارد میکنه. ترش شیرین. وای وسطش سرشه. شکست ترشه. درش بیا. نه حال میده. من یه خورده خدازاری هم دارم فکر کنم. آره همون. خب جمال تو راستش یکی دیگه مونده. اینو باید تا آخرش بخوری. خدایی تا آخرش بخوری. باشه. من آخرش ناخونم میشکنه. نکشنه. نه نمیشه. خب این طعم سیبشه. خدا به خیر کنه. این گفته این خوشمزه تر. حالا ببین خوشمزه تر است یعنی. خب اون یارو که به ما گفت اینا ترش بود من باختم فلان و این حرفا فکر کنم یه چی میزد. میخواسته بفروشه فکر کنم. ببین بهش میگفتم اینو داری میگفت آره دارم. میگفتم اونو داری میگفت آره دارم. بخوریم با هم بکن. قورت بدم؟ قورت بده برو پایین. مثل قرص قورتش بدم؟ یک. مثلا ما که تازه اینجا رو بگن کشی. اینم روش. بیا چرزش هم بزنیم. واو سیب ترشه داره میخوره. نمک بریزم تو دهنمون. امتحان کنیم نمک بریزیم تو دهنمون. بخور تا آخرش باید بخوری. تا آخرش باید نمک بریزم ببینیم چی این خیلی بدتره. این خیلی بده. این یارو خودم بکنم کجکی فهمیده بود همه چی. حالا داره این خیلی بدتر از قبلی است. ببین ما اینو نمره ندادیم وسطش داره یادم میاد. بچه ها این از ترشی 10 20 از 10 فکر کنم. 10 از 10 چون خیلی ترشه ولی من دوستش نداشتم. بهش نمره 2 میدم. این اگه با بخوای با مقایسه کنین 9 ترشیش از 10. اینم 1 بهش میدم. دوستش نداشتی؟ من چون خیلی ترشی من دوست داشتم واقعا. من 9 از 10 میدم به دوست داشتنشم. فقط دهن من نگاه پره. اینم دوست داشتم. من آلوچه‌های طبیعی رو بیشتر دوست داشتم بچه‌ها. اونو آره مامان منم دوستش داره. آره ولی اینا بخوام بگم بینشون کدومو انتخاب میکنم اگه یه روز بخوام ترشی بخورم مثلا اینا رو اینم خدایی خوشمزه بود. این خوشمزه بود. من این خیلی دوست داشتم. ولی تجربه باحالی بود. ما راهی بیمارستان نمیشیم چون من همه رو انتها نکنم ولی حال میده. مثلا این شکلات حال میده خدایی. اونایی که ترشی خورن. آره یه وقتی هوس ترش و شیرین میکنی نمیدونی که من این چرا نمیره پایین. من حرفم درست بزنم. مثلا هوس ترش و شیرین میکنی نمیدونی کدومو میخوای. مثلا این خدایی حال میده. به نظر من برای پذیرایی هم باحاله. این بچه ها بدی که صداشون در نیاد. بخورم خیلی خوبه. من یه خورده بچه آزار بچه آزار ولی کلا جدی اونایی که ترشی خور هستن به نظرم اینا گزینه‌های مناسبی مخصوصا این. خب عزیزم از پذیرایی من چقدر خوشحالی. از داشتن دوستی مثل من چقدر. آره خیلی الان خیلی خوشحالم. الان خیلی به جای که بیای به من شیرینی بذاری جلوی من با چای کلی تو رژیمی. چیزای ترش برای شما مناسب که توجیهی کرد. ببین آقا رژیم هست یا رژیم دوست من خیلی برای من اهمیت داره. ترشیجات هم جزو رژیم به حساب نمیاد. سبک
قدیمی ها بودی که مثلا حتما باید من شیرینی بیارم. من فکر سلامتی و تندرستی شما هستم. منم میدونم چجوری پذیرایی کنم. خدا رحم کنه. کدوم ماه بودی؟ شهریور. یه کینه نه اصلا خدایی مهربونم. من یه ماه ندیدم نگه من مهربون. نه خدایی شهریور. من اردیبهشتی هم دیگه ببین پرچنده مهربونام اینا که اصلا دیگه اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد. خب ولی واقعا یه چی بگم، برای پذیرایی این چیزا برای خودمونه، نه که برای مهمونه. حالا بخوای لاکچری این تو دهن من یهو شد توش من مردم. بچه‌ها خدافظ. چی خدافظ؟ من آمبولانس کنم دیگه. من ببرمش آمبولانس تحویلش بدم. ولی من اینو خیلی دوست داشتم، این لباس شکر. منم واقعا لباس شکر رو دوست داشتم خیلی زیاد. بچه‌ها دهنم دیگه خیلی آب افتاده. امیدوارم دلتون نخواد، اگر دلتون بخواد اکثر قنادی‌ها دارن. وای من دارم میمیرم، تو بقیه‌اشو ببین. اکثر قنادی‌ها چی؟ ببین دیگه نتونستم تا آخرش واقعا. آره اینا رو کلا میتونید از هر جایی که حالا آلوچه فروشی دارن میتونید تهیه بکنید. نه اینا رو من فکر می‌کردم یه جای خاصی میفروشن، بعد رفتم امروز همینجوری که داشتم میرفتم برای خودم خرید کنم یهو دیدم یه قنادی هست، گفتم برم حالا یه سوال بپرسم. دیدم یه قنادی معمولی هم بود، دیدم که داره. کسایی که مثلا میخوان بدونن که کجا میتونن تهیهش کنن قنادیه. کلا اینا رو میتونید توی قنادی‌ها. آره. امیدوارم که لذت برده باشین از تماشای ویدیو ما. حالا چالش‌های دیگه‌ای هم قراره بگیریم. براشون قراره به یوتیوب بپیونده، از این به بعد فعالیتشو شروع کنه. حالا خودشو به من داده دیگه، من منتظرم دیگه. آره. خب خیلی خوشحال شدم دیگه. قربونت برم. فعلا خدافظ.